تا حالا شده یه روز از خواب بیدار شی و بگی امروز باید کلی کار کنم، ولی شب وقتی سرت رو میذاری روی بالش میبینی عملاً هیچ کار خاصی انجام ندادی. احساس کلافگی، استرس، جا موندن از برنامه‌ها و اون فکر همیشگی. من وقت کم دارم، کاش یه روز 48 ساعت بود. ولی بذار یه حقیقت مهم رو بهت بگم. تو کمبود وقت نداری، تو کمبود برنامه ریزی داری. چرا بدون برنامه ریزی گیر میافتی؟ وقتی برنامه نداشته باشی ذهنت خودش شروع میکنه به پر کردن روزت با کارهای دم دستی، بی اهمیت یا حتی استراحت‌های الکی. بدون برنامه تو فقط مشغولی ولی پیشرفت نمی‌کنی. هرچی مشغول‌تر بی برنامه‌تر و هرچی بی برنامه‌تر دورتر از هدفات. برنامه‌ریزی واقعی یعنی چی؟ اول لیست کار درست کن ولی هوشمندانه. فقط ننویس درس بخونم، کار کنم، یادگیری. جزئی بنویسش. 30 دقیقه فصل 2 زیست، 10 دقیقه مدیتیشن، 25 دقیقه زبان با اپلیکیشن فلان. 2 اولویت بندی که دقیقاً نجات دهنده زمانه. همه کارها به یه اندازه مهم نیستن. کاری که تو رو به هدف نزدیکتر میکنه مهمتره. یه قانون معروف هست به نام قانون 80-20 یا اصول پارتو. 80% نتیجه ها از 20% کارهای مهم میان. اگه اونا رو شناسایی نکنی وقتت پای حاشیه ها هدر میره. 3 تایم بلاک کن. یعنی به جای اینکه فقط بگی درس بخونم، تعیین کن چه ساعتی، چند دقیقه، چی کار کنم. مثلا ساعت 10 تا 10:45 دقیقه ریاضی فصل 3 با تمرکز کامل. 4 انعطاف رو فراموش نکن. یه برنامه خوب یه حدی هم انعطاف داره. یعنی اگه وسطش اتفاق غیر منتظر افتاد بتونی خودت رو دوباره تنظیم کنی. با شکسته یه برنامه تو شکست نمیخوری. با تسلیم شدنه که میبازی. چطور به برنامه‌هات پایبند بمونی؟ اول ساده شروع کن. اگه از فردا بخوای 10 ساعت با برنامه باشی مغزت مقاومت میکنه. با 1 ساعت در روز شروع کن، کم کم بیشترش کن. دوم، هر شب فردات رو بنویس که دقیقاً چه برنامه‌ای داری و چه کاری میخوای انجام بدی. 5 دقیقه زمان میبره ولی باعث میشه صبح با ذهن آماده بیدار شی. سوم، پیشرفتت رو دنبال کن. با یه تقویم یا اپلیکیشن ساده روزهایی که به برنامه پایبند بودی رو علامت بزن. مغز به این ردیابی پاداش میده و تو رو تشویق میکنه. برنامه‌ریزی یعنی کنترل زمان و کسی که زمانش رو کنترل کنه آیندهش رو هم میسازه. تو برنامه‌ریزی میکنی؟ آیا جزو اون دسته هایی هستی که مینویسن و انجام میدن یا اونایی که فقط مینویسن و بعد فراموش میکنن؟ برام کامنت کن و اگه این ویدیو کمکت کرد لایکش کن تا بدونم همچنین محتواهایی رو دوست داری و ادامه بدم.